درود دوستان عزیز و نازنین. ما که در تجربه کاری ما که آموزگار هستیم چندین سال درس میدیم. بعضا شاگردان سوال میدن که استاد چیکار کنیم که این مواد خوانده ما پر از خود شود، یا که مثلا یک کتابی که ما میخونیم 100 صفحه است، 50 صفحه است، همین کتاب پر از خود شود، یعنی که کدام راه ها وجود دارد. خب بعضا شاگردان ما بودن که مثلا یک موضوع رو یک بار میخوندن، بعد از 5 دقیقه استاد من همین درس تیارم نخ کنم، یا که بعضا شاگردان همون روز موضوع تیار نمیکردن، گرچند همین کم میخوندن که قابلیت قبول خوب نبود. و امروز ما میخوایم درباره مثلا چگونه ما از خود کنیم یک مواد و یک موضوع رو، همین موضوع رو میخوایم گپ زنیم، چون سوال شده است. شرط اولین از خود کردن دلخواه موضوع این اول آهسته خواندن، چون که معنی سر انسان وقتی که پس ما میخوانیم قابلیت قبولش بهتره نسبت به اونی که ما بلند میخوانیم، چون که ما پس میخوانیم، هم پس میخوانیم هم تحلیل میکنیم، الکک معلومات در معنی سر انسان زود ثبت میشود. و دویم راهی که ما چخیل خوانیم مواد خوانده شده زود از خود شود، این قسم خواندن، یعنی که کم کم خواندن. شرط نیست که مثال شما در یک شب 100 صفحه خوانید، 200 صفحه خوانید، حالا که از همون 100 صفحه 200 صفحه شما در یک شب میخوانید یا که در یک روز میخوانید، قریب که معلوماتی کم وارد میشد در سیستم عصبی شما. به همین خاطر کم خواندن، 5 دقیقه 10 دقیقه تنفس کردن، با خواندن با 5 دقیقه تنفس کردن، این راه بهترینی از خود کردن دلخواه مواد می باشد. و راه دیگری که ما میخواهیم که مواد تیز از خود شود، این خواندن و فهماندن، یعنی اون چیزی که ما میخوانیم و یک کس فهمونیم. این بهترین راه است که اکثر علما، اکثر دانشمندا، اکثر استادا، آموزگارا وقتی که خودشون مواد شب میخوانن، سحر آمده به شاگردا در دستگاه میفهمونن. شما تصور کنید که یک معلم فرض کردیم یک کتاب آناتومیا باشد یا یک کتاب زئولوژی، اگر 1 سال درس دهد، الکک در همون سمت ویم به درجه بلند علمی میرسد، چون 1 سال فقط آناتومیا درس داده، الکک در این رشته و بهترین استاد. به همین خاطر اگر خواهید که بسیار معلوماتی که شما میخواهید که از خود کنید، یکی از بهترین اصول ها این خواندن و به یک کس دیگه فهماندن. دوستای عزیز، امیدوارم که این توصیه ما به شما به کار میآید، چون این سوال برای ما پیشتر هم شده بود و اکثر شاگردان هم میدادن. و اگر ما توانستیم در این سمت به شما یک ذره کمک کرده باشیم، خیلی خرسند هستیم از این. واقعی تنصیحت باشه دوستان عزیز.